خانم مورد علاقت تو 2 کلمه توصیف کن. مستقل و کدبانو. عجب، هم زن مستقل هم کدبانو. بابا این 2 کلمه اصلا کنار هم دیگه نمیشینن. دختری که مستقله یعنی تمرکزش روی کار، پول و پیشرفته، یه جورایی مثل یک مرد. اما دختری که کدبانوه یعنی بیشتر توی انرژی زنونشه و توی خونه است، به مسائل مادی کار نداره و بیشتر روی آرامش، عشق و ساختن فضای خونه تمرکز میکنه. وقتی من شنونده میشنوم که میگی هم زن مستقل میخوای هم کدبانو، در واقع دارم ازت این حس رو میگیرم که تو دوست داری مزایای داشتن یک زنی که در انرژی زنونشه رو داشته باشی، یعنی آرامش، حمایت، لطافت، اینا رو داشته باشی، اما نمیخوای مسئولیت هزینه هاش و خرج هاش رو قبول کنی و میخوای خودش هزینه هاش رو بده و این یک توقع غیر منطقی. این حرف آخر من یادت باشه، مستقل ترین زن ها هم دوست دارن که بالاخره یک مردی رو پیدا کنن تا بتونن کنارش کمتر روی استقلالشون تمرکز کنن و به اون مرد تکیه کنن.